السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به این جلسه خوش آمدید. جایی که فرصت یوث پرو را معرفی می‌کنیم. امروز تجربه‌های منحصر به فرد را با شما به اشتراک می‌گذاریم که یادگیری واقعی را با رشد فردی در هم می‌آمیزد و همچنین یک فرصت درآمدی واقعی که می‌توانید از هر کجا که هستید تنها با ساده‌ترین ابزارها آغازش کنید. در یوث پرو مأموریت ما این است که به جوانان کمک کنیم نخستین $1,000,000 خود را از طریق یک فعالیت جهانی مبتنی بر ارزش‌ها به دست آورند. این مأموریتی بلند پروازانه است که به رویاهای بزرگ فرا می‌خواند، به سوی ستارگان نشانه برو اگر به آنها نرسی، بر ماه فرود میایی. و چشمانداز بزرگتر ما. توانمندسازی 1,000,000,000 نفر برای تسلط بر زبان عربی. ما سفیران یوث پرو از سراسر جهان هستیم، با یک مأموریت واحد متحد شده ایم، به پشتوانه تجارت الکترونیک، زبان عربی را با جهان به اشتراک بگذاریم. این پروژه شماست. و در یوث پرو ما قدم به قدم در کنار شما هستیم تا با هم به رویایی والا دست یابیم، رسیدن به 1,000,000,000 کاربر و گویندگی مطمئن زبان عربی در سراسر جهان. از شما دعوت می شود که بخشی از این مسیر باشید به عنوان سفیری که زبان عربی را به جهان می رساند. پیام الهام بخش ما ساده است: عربی دشوار نیست، زیباست. و شایسته است که در خانه‌هایمان، در جوامعمان و در دنیای دیجیتال دیده شود، شنیده شود، به کار گرفته شود. اول بیایید درباره چرایی عربی صحبت کنیم. در ادامه چند دلیل سریع و قدرتمند میآید، کوتاه و دقیق. نخست، تقاضای جهانی عظیمی وجود دارد. حدود 1.6 میلیارد مسلمان غیر اربزبان که میخواهند قرآن و فرهنگ اسلامی را درک کنند. دوم، روش‌های سنتی آموزش دیگر کارآمد نیستند. امروز نسل جدید یادگیری دیجیتال و با ریتم شخصی را به جای روال‌های قدیمی کلاس درس ترجیح می‌دهد. سوم، عربی درها را می‌گشاید به ایمان، فرهنگ و حتی تجارت جهانی. به همین دلیل است که شاهد علاقه روح‌افزایش به یادگیری آن هستیم، چه در شرق و چه در غرب. حالا چرا تجارت الکترونیک؟ نخست، می‌توانید از هر کجا فعالیت کنید، با هزینه پایین و دسترسی جهانی به بیش از 200 کشور. دوم، سامانه‌های ما 24.7 فعالند و با بازاریابی دیجیتال مقیاسه‌دهی سریع است. مهمتر از همه، در دنیای امروز، بزرگترین سرمایه شما قدرت ایده شماست، نه اندازه کارخانه‌هایتان. یک فروشنده هوشمند آنچه خود می‌پسندد را به زور نمی‌فروشد، آنچه بازار می‌خواهد را عرضه می‌کند. نخست، نیاز واقعی را بشناسید، سپس راه حلی ارائه کنید که خریدنش آسان باشد. بازار پیش میبرد، فروشنده هوشمند پاسخ میدهد. از بینش مشتری تا پیشنهادی روشن با کمترین مراحل خرید. در 2 کلمه. تقاضا را بفهمید. سپس هوشمندانه بفروشید. دوم، امروز کارآفرین هوشمند با قدرت ایده پیروز می شود، نه با انبوه سرمایه. شرکت‌های مدرن بر اساس مدل‌های کسب و کار و پلتفرم‌هایشان ارزش‌گذاری می‌شوند، نه به خاطر مالکیت دارایی‌های فیزیکی. یک مثال ساده، اپ‌هایی درخواست خودرو بدون داشتن خودرو، ارزش عظیم خلق می‌کنند. ارزش در ایده است، در پیوند دادن تقاضا با عرضه. لازم نیست سرمایه کلان جذب کنید یا تأسیسات بسازید. می‌توانید یک پیوند دهنده هوشمند باشید که محصول درست را به مشتری درست می‌رساند. برای سرمایه‌گذاری در یادگیری عربی، لازم نیست مالک دانشگاه یا مدرسه باشید. کافی است زبان آموزان را به بریک، یک راه حل با کیفیت و پرتقاضا، متصل کنید و درآمد خود را با قدرت ایده و مدل کسب و کارتون بسازید. در آن زمان توصیه این بود: شغلی پیدا کن، اندکی سرمایه پس‌انداز کن و سالها بعد کسب و کار خودت را آغاز کن. امروز شغلها کمتر شده، نیازها بیشتر شده و زمان ما ارزشمندتر است. پیام ما به جوانان، همین حالا با یک پروژه ساده که سرمایه بزرگ نمیخواهد شروع کنید. جریان نخست درآمدتان را بسازید، سپس به سوی رویایتان مقیاس بدهید. یوث پرو نخستین گام برای بلند پرواز هاست. چرا ترکیب عربی و تجارت الکترونیک، آن هم با یوث پرو؟ این نخستین پروژه جهانی متمرکز بر زبان عربی است که هم به پیشرفت زبان عربی کمک می‌کند و هم فرصت واقعی درآمدزایی فراهم می‌سازد. دوم، مسیری به سوی آزادی مالی. شما درآمد خود را در 2 لایه می‌سازید: فروش مستقیم به عنوان پایه، سپس رشد شبکه بر روی آن.
با گسترش فروش‌های شما هیچ سقفی برای کمیسیون‌ها وجود ندارد. حساب سفیر شما حتی پس از پایان دسترسی 2 ساله یادگیری فعال می‌ماند. تمدید آن فقط برای یادگیری شخصی اختیاری است. به این ترتیب گام به گام به سوی آزادی مالی حرکت می‌کنید. سوم، ما ارزش‌ها را با تجارت الکترونیک در هم آمیخته‌ایم. این یک پروژه مأموریت محور است، نه یک روند زودگذر. چهارم، شما از یک اکوسیستم حمایتی بهره‌مند می‌شوید که کارآفرینان را با آموزش جامعه پویا و پاداش‌ها از جمله سفرهای ویژه مانند عمره و مشوق‌های مداوم انگیزه‌مند نگه می‌دارد. در نهایت، ما به نسل جدید ایمان داریم و به آنها مسیر حرف‌هایی در یادگیری، درآمدزایی و تولید محتوا ارائه می‌کنیم. چرا شما؟ نه کس دیگری. اگر رویا بافید و به دنبال شروع درست می‌گردید، این مسیر مستقیم شماست. اگر میان شغل، مهاجرت یا پیوستن به کسب و کار خانوادگی مردد هستید، ازیج به شما برنامه‌های کم هزینه و منعطف می‌دهد که می‌توانید از همان جایی که هستید آغازش کنید و با ریتم خودتان رشدش دهید. دزیج به شما برنامه‌های کم هزینه و آسان برای اجرا ارائه می‌دهد، از همان جایی که هستید و طبق برنامه زمانی خودتان شروع کنید. اگر می‌خواهید هدف و درآمد را با هم داشته باشید، این همان است. در حالی که زبان قرآن را گسترش می‌دهید، یک جریان درآمدی روبهر شد و پایدار می‌سازید. و چون تنها آنچه را می‌آموزانیم که خود زیست‌هایم تجربه‌های واقعی و عملی و رویایی تحقق یافته را از مسیر تجارت الکترونیک با شما به اشتراک می‌گذاریم. اکنون معرفی کوتاهی از بنیانگذار دوجیجه زکلال زاگرت است. او مربی و کارآفرینی متخصص در بازاریابی است و به عنوان مشاور راه‌اندازی و رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط فعالیت می‌کند. او در اوایل دهه 20 زندگیش وارد تجارت الکترونیک شد و بیش از 10 سال تجربه در فناوری‌های بازاریابی دارد. او به آموزش هوشمند و فرصت‌های کار مستقل ایمان دارد، نه به ایستادن در صف‌های طولانی برای مشاغل سنتی. چشمانداز بزرگ او. با یاری خدا رسیدن به 1 میلیارد کاربر و گوینده مسلط زبان عربی در سراسر جهان از مسیر محصولی با کیفیت، جامعه‌های حمایتی و آموزش مستمر. حالا بیایید مستقیما به سراغ فرصت کسب و کار برویم. ما آن را ساده و خلاصه نگه داشته‌ایم، زیرا اختصار برنده است و زمان شما ارزشمند. تمام این مسیر به 4 مرحله عملی خلاصه می شود: اکتشاف، سپس به اشتراک گذاری، سپس دستیابی و در نهایت چند برابر کردن. مرحله 1: اکتشاف. لینک خرید وظیفه خود را درخواست کنید و برای 2 سال دسترسی 250 پرداخت کنید. وظیفه چیست و چرا این قیمت؟ وظیفه یک برنامه هوشمند گام به گام و تعاملی برای یادگیری عربی است. اگر قبلاً آشنایی دارید با آزمون تعیین سطح شروع می کنید، در غیر این صورت از التبا آغاز می کنید. وظیفه شامل 5 سطح است که هر کدام از واحدها و درسهایی تشکیل شده‌اند و 16 شیوه یادگیری را در هم می‌آمیزند: ویدیوهای کوتاه، انیمیشن‌ها، تمرین‌های تعاملی و شبیه‌سازی‌های دنیای واقعی. این برنامه هر 4 مهارت اصلی، خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتن را تقویت می‌کند. با استانداردهای بین‌المللی حدنا صبح همسو است و برای برتری خود جوایز معتبری را کسب کرده است. یک درس در یدک چگونه کار می‌کند؟ هر درس محتوای خود را از طریق 6 قالب مختلف ارائه می‌دهد و شما در هر بار تجربه دست کم با 4 مورد از آنها روبرو می‌شوید: ویدیوهای کوتاه انیمیشنی، صدا، تصویر، حرکت برای تثبیت مفاهیم در حافظه. کلیپ‌های صوتی و گفتگوهای ضبط شده برای تمرین تلفظ و مهارت شنیداری. کارت‌های تصویری و واژگان برای پشتیبانی از ساختارهای دستوری. تمرین‌های تعاملی و شبیه‌سازی‌های واقعی برای بهکارگیری عملی آموخته‌ها. یادداشت‌های هدفمند برای نکاتی که معمولاً از دید زبان‌آموز پنهان می‌ماند. ترانه‌ها و سرودها در سطوح ابتدایی و بخش‌های کوتاه بلاغت در سطوح پیشرفته. و اکنون مرحله تعامل. در این مرحله زبان‌آموز به صورت فعال با محتوای آموزشی درگیر می‌شود، پیوند دادن واژه‌ها با صدا و تصویر برای گسترش و تثبیت واژگان. فکر کنید و پاسخ دهید. متن کوتاه، تصاویر و پرسش‌هایی برای سنجش درک پس از مرحله دریافت مطالب. گوش کنید و بیاموزید. بخش‌های صوتی خالصه، بدون ویدیو و بدون راهنمای تصویری برای تقویت تشخیص شنیداری. صحبت کنید. تمرین گفتگوهای زنده با شخصیت‌های دیجیتال در تبلت یا تلفن همراه برای تقویت تلفظ و روانی گفتار.
بخوانید پیشرفت گام به گام از حروف واژه‌ها جملات متن کوتاه. بنویسید. می توانید برگه های تمرین را چاپ کرده و بنویسید یا در تبلت خود روی فایل های ژست تایپ یا یادداشت کنید. اما ما در اینجا متوقف نمی شویم. پس از مرحله تعامل زبان آموز 4 تقویت کننده دریافت می کند تا مهارت ها را تثبیت کرده و یادگیری را سرگرم کننده نگه دارد. تمرین های تلفیقی که هر 4 مهارت را در یک فعالیت ترکیب می کنند برای تمرینی واقعی و جامع. بازی‌های آموزشی که مهارت‌ها را به روشی جذاب و بدون خستگی تقویت می‌کنند. ترانه یا سرود برای تثبیت واژگان و ریتم در حافظه بلند مدت. نقشه ذهنی برای خلاصه‌سازی درس با استفاده از تصاویر، رنگ‌ها و واژه‌های کلیدی. سپس زبان‌آموز آزمون تسلط را اجرا می‌کند و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را دوباره انجام دهد تا پیشرفت خود و بهبود عملکردش را در طول زمان ببیند. حالا بیایید درباره ویژگی‌های دسته صحبت کنیم. طراحی شده برای غیربومی‌ها با فعالیت‌هایی که ابتدا شنیدن و گفتن را در اولویت می‌گذارند، در حالی که دستور زبان و واژگان اصلی را ساده می‌کنند با مسیرهای اختصاصی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان. یک برنامه درسی نوآورانه و تعاملی که فناوری را با تمرکز آموزشی محکم در هم می‌آمیزد. یادگیری 100% خودآهنگ بدون نیاز به نظارت دائمی معلم یا والدین. پیشرفت تطبیقی و شخصی سازی شده که با سطح هر زبان‌آموز تنظیم می شود. تقویت هر 4 مهارت، خواندن، نوشتن، شنیدن، گفتن در هر درس از طریق فعالیت‌های متنوع. برک با استانداردهای بین‌المللی همسوست. American Council on the Teaching of Foreign Languages ACTFL و Common European Framework of Reference for Languages CEFR. گزیف جوایز و تقدیرهای قابل توجهی کسب کرده است، از جمله دست سرجیک ایهن و جلید فسشیز و وتگیره هر شکل هسته اتعیاجی فسکوت. در هر سطح زبان آموزان از نردبان یادگیری روشنی بالا می روند. سطح 1 تسلط بر الفبا، شکل حروف، صداها و تلفظ با مهارت‌های اولیه خواندن و نوشتن. سطح 2 ساختن جمله‌های ساده با واژه‌های آشنا و خواندن متون کوتاه. سطح 3 گسترش واژگان، یادگیری صرف فعل‌های پایه و نوشتن پاراگراف‌های کوتاه. سطح 4 درک و تحلیل متن‌های ادبی و دیدگاهی ساده‌سازی شده همراه با تقویت ابزارهای بیان شفاف. سطح 5 توسعه سخنرانی عمومی و نوشتار رسمی و بیان ایده‌های پیچیده به عربی دقیق و با اعتماد به نفس. با این نردبان از الفبا آغاز می‌کنید و گام به گام تا اندیشه‌های پیچیده پیش می‌روید، همسو با استانداردهای بین‌المللی. در این مرحله به عنوان یک سفیر چه دریافت می‌کنید؟ ما 4 آموزش ضروری در اختیارتان می‌گذاریم تا در مرحله اکتشاف ماهر شوید به صورت حرف‌های شفاف و در چندین زبان. پس از آنکه به عنوان زبان‌آموز با یسع شروع کردید و آمادهای تجربهتان را به اشتراک بگذارید و سفیر شوید، از کسی که شما را دعوت کرده است لینک سفیر را درخواست کنید. آن لینک را بخواهید تا از مرحله آزمودن برنامه به کسب درآمد از طریق همکاری در فروش منتقل شوید. هیچ هزینه ثبت نامی، هیچ شرط پنهانی و هیچ بارمالی مستمری وجود ندارد. مرحله به اشتراک گذاری چیست؟ این همان کاری است که به طور طبیعی در زندگی روزمره انجام می‌دهیم، با این تفاوت که اکنون به شما نشان می‌دهیم چگونه آن را حرف‌هایی انجام دهید. سفر خود با جسیر را با عکس‌ها، کلیپ‌های کوتاه و کاپشن‌های الهام بخش به اشتراک بگذارید. کار خود را به عنوان سفیر مستندسازی کنید. ایده‌های متن بازاریابی، قالب‌های طراحی و تقویم‌های انتشار. برای رسیدن به جوامع مختلف چندزبانه عمل کنید با پشتیبانی ابزارهای ترجمه و هوش مصنوعی. بازاریابی دهان به دهان را فعال کنید، پیام‌های واتساپ و فهرست‌های تماس، سپس با تبلیغات پولی و همکاری با تولید کنندگان محتوا مقیاس بدهید. از خطاهای رایج دوری کنید و از طریق اندازه‌گیری و آزمون بهبود مستمر داشته باشید. ما همین کارها را در زندگی روزمره رایگان انجام می‌دهیم. فرزندتان را در یک مدرسه عالی ثبت نام می‌کنید و تجربه‌هاش را به اشتراک می‌گذارید. کتاب مفیدی می‌خوانید و آن را توصیه می‌کنید، بعد دربارهاش در واتساپ و استوری‌هایتان می‌نویسید. وقتی بازاریابی دهان به دهان را با همکاری در فروش پیوند می‌دهیم، همان کارها را انجام می‌دهیم، اما اکنون بازگشت مالی هم دارد.
اینجاست که لزیجز وارد می شود. ما شما را آموزش می دهیم و ابزارها، قالب‌ها و برنامه‌های انتشار را در اختیارتان می گذاریم تا اشتراک گذاری طبیعی شما به یک درآمد پایدار تبدیل شود. 13 دوره آموزشی دریافت می کنید که این موضوعات را پوشش می دهند: فهرست‌های تماس و ارتباطگیری، تولید محتوا، استفاده حرف‌هایی از هوش مصنوعی، طراحی ویدیوگرافی با گوشی، تبلیغات پولی، پرهیز از خطاهای رایج و ماژول‌های عملی بیشتر برای شتاب دادن به رشد شما. گذار از مرحله 2 به مرحله 3. اکنون لینک‌های اختصاصی خود را دارید. آنها را با افرادی به اشتراک بگذارید که پیشتر محتوای شما را دیده‌اند، به ویژه کسانی که علاقه نشان دادند. برای هر خریدی که از طریق لینک شما انجام شود 25 کمیسیون مستقیم دریافت می‌کنید. از اینجا به بعد با هم یک برنامه کاری می‌چینیم تا نتایج را به حداکثر برسانیم. یک طرح مبتدی، یک کمپین هر 6 روز با هدفگیری یک بخش مشخص از مخاطبان. نمونه‌هایی برای هدفگیری: مدیران مدارس، معلمان، دانش آموزان مدارس بین‌المللی، ساکنان عرب در یک ایالت خاص آمریکا، فارغ‌التحصیلان دبیرستان در کشورهای مشخص مانند اندونزی که به تحصیل در کشورهای عربی فکر می‌کنند. یک نمونه تخمینی برای کمپین: با تامین بودجه 40 حدود 40 پیام دریافت می‌کنید. از میان این 40 پیام می‌توانید 8 کاربر مستقیم جذب کنید، یعنی 25 ضرب در 8 که برابر است با 200. به این معنا که هر 6 روز 200 به دست می‌آورید. حال اگر این روند را 5 بار در ماه تکرار کنید چه می‌شود؟ ماه 30 روز دارد. 5 کمپین در ماه برای شما درآمدی معادل 1000 در ماه به همراه خواهد داشت. و اگر پیشرفته شوید دیگر همان زمان قبلی را صرف نخواهید کرد. هر 3 روز یک کمپین اجرا خواهید کرد و در هر کمپین به حدود 8 کاربر خواهید رسید. بر اساس محاسبه 10 کمپین 200 مجموع درآمد ماهانه برابر خواهد بود با 2000. حدود 20% را برای هزینه‌ها در نظر بگیرید و از 80% باقی مانده درآمد لذت ببرید. ترجیح داده می شود حدود 20% را به هزینه‌ها اختصاص دهید و به آزمودن و بهبود مداوم ادامه دهید. چگونه در این مرحله به مهارت می رسید؟ ما 7 آموزش حرفهایی در اختیارتان قرار می دهیم، از طراحی رویا، هدف و چشماندازتان تا ارائه یک معرفی 1 دقیقه‌ای از وزله. نقشه راه، هدف و چشمانداز، برنامه‌های شفاف برای ماه و فصل پیشرو. ارائه 1 دقیقه‌ای، توضیحی متقاعد کننده از وظیفه در 60 ثانیه. برنامه زمانبندی محتوا، قالب‌هایی برای ریل استوری و پست‌ها همراه با بهترین زمان‌های انتشار. مدیریت پیام‌ها و جذب مخاطب، متن‌های آماده، پاسخ فهرست‌های تماس و مسیر روان تبدیل علاقه‌مند به مشتری. مدیریت اعتراض‌های رایج، راهنمای پرسش‌های متداول همراه با دلایل و شواهد قانع کننده. مبانی هدفگیری و تبلیغات، انتخاب درست مخاطب و ساخت محتوای تبلیغاتی مؤثر. اندازه‌گیری و بهینه‌سازی عملکرد، ردیابی، آزمودن و بهبود مداوم. با این آموزش‌ها ابزارهای عملی به دست می‌آورید که اشتراک گذاری شما را به درآمدی پایدار تبدیل می‌کند. مرحله 4: چند برابر کردن. مشتریان را به سفیر تبدیل کنید. بسیاری از مشتریان شما می‌توانند سفیر شوند. فرض محتاطانه این است که 50% بله می‌گویند. هیچ تعهد الزامی وجود ندارد و نرخ تبدیل بالاست. به چه کاری نیاز دارید؟ کافی است لینک سفیر را با آنها به اشتراک بگذارید. آنها سفیر می‌شوند و همان مزایایی را که شما دریافت کرده اید به صورت رایگان دریافت می‌کنند. از اینجا فرایند چند برابر شدن آغاز می‌شود. فروش‌های تیم شما با طرح کمیسیون متصل می‌گردد. کمیسیون‌های شبکه بر فروش‌های تیم شما سطوح 1 4 7 به ازای هر فروش سطح 5 2 به ازای هر فروش سطوح 6 10 1 در هر سطح برای هر فروش. با این گام‌ها از درآمد مستقیم به درآمد مرکب حرکت می‌کنید که با گسترش شبکه‌تان رشد می‌کند. بیایید یک برنامه ساده و یک هدف روشن تعیین کنیم. اگر تصمیم بگیرید با ما سفیر شوید، بیایید یک چشمانداز مشترک اتخاذ کنید، 20 کاربر را به رفیق جذب کنید و 10 نفر از آنها را به سفیر تبدیل کنید. سپس هر یک از آن سفیران همین کار را انجام دهند. این است قدرت چند برابر شدن. نسل اول 10 سفیر 20 کاربر 200 کاربر. کمیسیون شما 207,400. نسل دوم 100 سفیر 20 کاربر 2000 کاربر. کمیسیون شما 2007 14000.
نسل سوم 1000 سفیر 20 کاربر 20000 کاربر. کمیسیون شما 20740,000. نسل چهارم 10,000 سفیر 20 کاربر 200,000 کاربر. کمیسیون شما 200,000 7 1,400,000. توضیح: اینها برآوردهای نمایشی‌اند و بر فرض تکرار همان الگو توسط هر سفیر محاسبه شدند. از نسل 5 به بعد کمیسیون‌ها متفاوت‌اند. در نسل 5 مبلغ 2 و در نسل‌های 6 10 مبلغ 1 برای هر فروش. حتی در یک سناریوی تنبل فرض کنید کسی فقط 5 سفیر دعوت کند و هر کدام از آنها نیز در نسل‌های بعدی 5 نفر دیگر را دعوت کنند. با اجرای طرح کمیسیون می‌توان به درآمد تجمیعی حدود 2 میلیون تا نسل 9 دست یافت وقتی آن نسل‌ها به طور کامل ساخته شوند. این پروژه ما در مقیاس میلیاردی است که می‌تواند به شما کمک کند به رهبری توانمند با اثری واقعی و درآمدی روبهر شد تبدیل شوید بر پایه اعتماد به نفس، تعهد و ارزش‌های محکم. ما 6 مسیر آموزشی موجز و عملی در اختیارتان می‌گذاریم تا نسل‌هایتان را به طور مؤثر بسازید و رشد پایدار را تضمین کنید. بلافاصله پس از پایان از سوی کسی که شما را دعوت کرده یک لینک ویژه دریافت می‌کنید که شامل موارد زیر است: 9 درس رایگان به علاوه راهنمای گام به گام دقیق جزیق و نحوه خرید. پس از خرید به جلسه شروع کار ما می‌پیوندید، سپس وارد گروه‌های فعال سفیران و خط پشتیبانی ما می‌شوید. آموزش‌های سفیر را آغاز می‌کنید و کیت شروع سفیر خود را دریافت می‌کنید. در هر گام متوجه می‌شوید که ما مجموعه‌ای از آموزش‌ها ارائه می‌دهیم. در مجموع اینها حدود 30 ماژول آموزشی می‌شوند. اگر بخواهید آنها را در بازار آزاد بخرید، حداقل هر کدام حدود 100 خواهد بود، یعنی در مجموع تقریباً 3000. و شما آنها را رایگان دریافت می‌کنید زیرا در این چشمانداز والا با ما همراه شده‌اید. در کیت شروع سفیر چه چیزهایی هست؟ کیت شروع سفیر یک هدیه قدرتمند است که برای هر سفیر فراهم می‌کنیم، آکنده از ابزارهای عملی و آزمایش شده، لینک‌های منظم و دسته‌بندی شده که همه اطلاعات و جزئیات لازم برای یک راه‌اندازی موفق را در اختیار شما می‌گذارد. ویدیوهای آموزشی و آشنایی با پلتفرم و خدمات آن در چندین زبان. تصاویر و پست‌های آماده برای شبکه‌های اجتماعی. برنامه ترویج 90 روزه، تقویم انتشار ایده‌های کمپین و قالب‌های متن طراحی و ویدیو برای آغاز سریع ترویج شما. متن‌های بازاریابی، توضیحگرهای بستری برای پیام‌ها و تماس‌ها و پاسخ به پرسش‌های پرتکرار. قالب‌های محتوایی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تولید سریع نسخه‌های متعدد، عربی، انگلیسی و زبان‌های دیگر. تصور کنید یک دوست کمپین تبلیغاتی 90 روزه‌تان را پوشش می‌دهد، دوست دیگر برایتان فیلمبردار می‌آورد و سومی یک کتابخانه محتوایی مجهز به هوش مصنوعی فراهم می‌کند و همه اینها در یک کیت گرد هم آمدند. در روژیجز در را به روی همه هر دختر و پسر جوان می‌کشاییم تا مهارت‌های رشد و رهبری خود را زیر نظر رهبرانی با بیش از 10 سال تجربه به میدان بیاورند. ما رئیس نیستیم، همکاریم. می‌خواهیم هر فرد حضور پیدا کند و آنچه در توان دارد را کند. ما به صورت یک تیم حمایتی از طریق آموزش‌ها، کنفرانس‌ها و اردوها کار می‌کنیم تا بیشترین تعداد ممکن را توانمند سازیم. محیط ما به طور فعال رهبرمحور است. و حتی در کار خیریه نیز با هم حرکت می‌کنیم، از رهگذر پیش‌های امدادی و اجتماعی. به شما فقط چگونه درآمد داشتن را نمی‌آموزیم، بلکه می‌آموزیم چگونه درآمدتان با بخشش از شما پیشی بگیرد و برای آخرتتان پیشفرست شود. اینجا رشد پیوسته، پیشرفت و دیده شدن را حقیقت تضمین می‌کنید و پروژه‌های جهانی در 10 زبان می‌سازید که به بیش از 200 کشور می‌رسد. در راژیجز باور داریم که می‌توان اسب را به لب آب برد، اما نمی‌توان وادارش کرد آب بنوشد. ما ابزارها، مسیرها و پشتیبانی را درست پیش روی شما گذاشته‌ایم. نوبت شماست که آستین بالا بزنید، با اطمینان قدم بردارید و اهداف معنوی، علمی، فنی، مالی و خیریه‌تان را پی بگیرید. شعار ما: بیایید زیبایی زبانمان را به جهان نشان دهیم. همین حالا اقدام کنید. با کسی که شما را دعوت کرده تماس بگیرید و لینک درس‌های رایگان و معرفی تفصیلی وسح را بخواهید تا بتوانید امروز نخستین گام‌هایتان را بردارید. و نیت کنید که سفیر زبان عربی شوید. بیایید زیبایی آن را به جهان نشان دهیم و بگذارید داستان شما آغازگر باشد.